چی قول دادم به مردم در ایام انتخابات؟ یادم نیست. نمیخوام صدات رو بشنوم، من توی دیوانه خانه همه غریب ترم، همه زخمایی که بشم زدی نمیگذارم، خیالی نیم برو بد مینی یهو بد دیدی کار ما کشیده به درگیری. یه دانشجوی دوره پهلوی خاطره ای تعریف کرد و گفت زمان محمد رضا شاه ما دانشجویان نه تنها پولی بابت شهریه پرداخت نمی کردیم بلکه پولی هم می گرفتیم به نام حقوق ماهانه و بهترین غذاهای ایران در سلف سرویس دانشگاه‌ها سرو می شد و سفرهای خارجی با وام دانشجویی که اکثرا هم بخشیده می شد می رفتیم. جالب اینجاست که در مقابل این همه فقط باید تعهد میدادیم که بعد از تحصیل به استخدام دولت درآییم. ما ابلهان آن هنگام نمیدانستیم که این یعنی گارانتی شغل داشتن و از آن ناراضی بودیم. جالبتر این که توسط دانشگاه به مؤسسات